خدا دوستان یه دونه موتور با مشتریمون آورده، هوندای کویر 200. میگه آقا امیر تازه خریدم، یه نگاه بهش بکن، چراغ چکم روشن نیست ولی موتورم ریپ میزنه، ببین مشکلت چیه. بیاین ور. خب ببینید دوستان، اینجا رو بگی محمد، موقعی که موتور خاموشه که چراغ چکم خاموش باید باشه. من سویچو که باز میکنم چراغ چک باید روشن بشه. موقعی که موتور رو روشن میکنم، اگر سیستم برقی مشکلی نداشته باشه، تمامی سنسورها درست کار خودشون رو انجام بدن، چراغ چک باید خاموش بشه. این موتور چه موتور خاموش باشه چه روشن، چراغ چک روشن نمیشه. حالا چی کارش کردن؟ خب ببینید دوستان، ما الان سویچ باز، چون توی سیستم برقی لیفان شما سویچ بسته نمیتونی دیاگ بزنی. حالا مراحلاشو من اومدم بریم ببینید. خواندن عیوب رو میزنم، سنسور دریچه گاز، حافظه ولتاژ باتری. ببین حالا چی میخوام بگم. چرا ما همیشه عادت کردیم ما ملت هرچی افزایش قیمت داریم، هرچی اوضاع بدتر داریم، هی به همدیگه میزنیم؟ چرا این کارو میکنیم؟ برداشتی لامپ چراغ چک رو در آوردی که بگی این موتور چی ایراد و خطا هم نداره، در صورتی که موتور اصلا روشن میکنی. بیا یه گاز دو تا بیا خاموش شد. نکن این کارو. ببین اینجا به والله قسم هر چی در بیاری توی این کاری که کردی 1000 برابر دیگه شو جای دیگه پس میدی. شک نکنیم به قرآن خودی به خودیه. همه توی یک کشور داریم زندگی میکنیم. طرف نیومده اینو بگیری بری یه کشور دیگه زندگی بکنی که. به خدا خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. بعد دعای 1000 تا چیز و خیر و برکت دیگه هم داریم. این یکیش، این یعنی ریزترینشه. تو خودتو پیچوندی، نه کسی دیگه رو. پیروز و پایدار موفق باشید. محمد کیلومترشو باز کن، چراغ چکشو لامپشو بزنیم اینجا.